سلام، من امیرم. اینجا چرخ و حاله. ما دوتا راننده ایم که هر روز از کار کردن تو اسنپ و درآمدش، داستان و اتفاقای جالبش رو مسافرها بهتون میگیم. پس ما رو سابسکرایب کنید. امروز حدودای ساعت 3 بود که شروع به کار کردم. یه دونه سرویس رفتم سمت شرق. بعد از اونجا از سمت شرق یه دونه سرویس خورد فرودگاه امام. کرایش خوب بود، 626 تومن کرایش بود. این شد که گرفتمش و راه افتادم سمت فرودگاه. به سمت فرودگاه که میرفتم امام علی خیلی ترافیک بود، ولی امام علی رو که رد کردم افتادم از آزادگان، خلوت بود و راحت رسیدم. 1.5 ساعت تو راه بودم که با کرایه 626 تومنیش واقعا من کرایش خوب بود. بعد اینکه رسیدم فرودگاه و مسافرام پیاده کردم، یک کم تو این ترافیک ترمینال موندم. اون دوتا لاین رو بسته بودن، گذاشته بودن واسه تاکسی‌ها و اینور خیلی ترافیک شده بود. بعد حدود 10 دقیقه انتظار یه مسافر با تپسی گرفتم دوباره بیارم از فرودگاه شرق تهران. قیمتش چون با تپسی بود یکم کمتر بود، 380 خورده‌ای بود، ولی خب بهتر از خالی اومدن بود و گرفتمش و راه افتادم سمت شرق تهران. مسیر برگشت به سمت شرق هم خلوت بود، اتوبان قم و آزادگان خلوت بود، راحت اومدم. ولی به امام علی رو که رسیدم داشتم امام علی رو میومدم بالا، خیلی ترافیک بود و کلی اذیت شدم. بعد که مسافرم شرق پیاده کردم دیدم پرسپولیس بازی داره. با رفیقم رفتیم اینجا زدیم کنار، یه چیزی خوردیم، بازی پرسپولیس هم دیدیم که پرسپولیس اولین بازی فصل رو 1-1 مساوی کرد. بعد از اون که یکم استراحت کردیم یه 2 سرویس دیگه رفتم و دیگه کار رو تمام کردم. یه سرویس رفتم سمت غرب تهران، خیلی لوکیشن ها ریخته بود به هم، کلی دوباره اذیت شدم تا مسیرها رو پیدا کردم. با اینکه حالا خیلی جا رو بلد بودم ولی بازم سخت بود، با این لوکیشن های داغونی که داریم خیلی سخت بود. 3 سرویس تو استاب رفتم شد 1,305,000 تومن. 2 هم تو تپسی رفتم شد 508,000 تومن. روزهایی که سرویس کمتر میری و خوب کار میکنی خیلی کمتر خسته میشی. رفیقم هم 32 سفر رفت شد 2,094,000 تومان. درآمد امروزم هم 1,813,000 بود که ناهار و بنزین رو ازش کم کردم شد 1,573,000. درآمد رفیقم هم 2,094,000 بود که ناهار و بنزین رو ازش کم کردم شد 1,861. تو راه خونه بودم که این تصادفو دیدم، هیچی از 207 نمونده بود. واقعا باید تو رانندگی هم حواستون به رانندگی خودمون باشه، 2 برابر بیشتر باید حواستون به رانندگی بقیه باشه که همچین اتفاقی واسمون پیش نیاره. تا یه ویدیو دیگه از چرخ و حال، خدا یار و نگهدارتون.